برای باطل کردن دعاها و جادوها این چند تا کار رو انجام بده. اول آیات الکرسی رو هر روز بخون، روزی 1 مرتبه. 4 قل رو حتما بخون. صدقه بده. داره اذان پخش میشه از تلویزیون، خودت هم باش زمزمه کن. هر جا میخوای بری قرآن کوچیک بذار تو جیبت. نصب آیات الکرسی توی خونه. این کارا رو انجام بده، انشاءالله هرچی سحر و جادوی از خونت میره بیرون. الکی نرو پولتو هدر بده به دعا نویس که برات سحر و جادو رو باطل کنه. خودت با انجام دادن این کارا باطلش کن. بفرست برای اونایی که میگن ما سحر شدیم، جادو شدیم. خدا قوت، فدایی دارین فدایی.